جناب پیغمبر گفتن که وقتی که دوست اختیار میکنی نگاه کن، نظر کن که چی نوع دوست اختیار کرده. اون دوستی که زنگ میزنه میگه برو فلان بر میرویم، برو فلان طربخانه میرویم، فلان جای فاحشه خانه میرویم، والله قسم باید دشمنی تو هست، باید دوست نیست. فکر نکنی بود جورای جانی تا باید میدون چی فریاد و دعوت داری، برادر جهنم تو برام، برادر از رحمت خدا محروم و بی نصیبت بگردانم، برادر با بدبختی و خاری و عذاب دنیا و آخرت مبتلا بگردانم. دلالت همین داره برادر. کوی لحظه طرف خود میره، عیش عشرت میره، پیش یک بیوه میره حرامی، دلالتش نیست ابدی حیات بدبختانه و بی‌برکتانه میگذره و آخرت میسوزانی، آخرت ویرانه میکنه. تأثیر دوست 100% در انسان زیاد تأثیر میکنه.